و در او حدیث حضرت جبریل امین علیه السلام به صورت یک اعرابی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده و از بعض مسائل عمده، مسائلی که اصل اسلام تشکیل میکنند، اصول دین مبین ما را تشکیل میکنند، سوال کرده و پاسخ گرفته بودند. در اطراف همون حدیث صحبت کرده ایستاده ایم. 3 جمعه علیه صحبت شد. اکی انشاءالله از این هفته شروع میکنیم با پاسخهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جبریل امین داد. یادتان باشد هفته اول درباره سرلباس زیبا و آزاده پوشیدن مسلمان صحبت داشتیم. هفته دیگه درباره آداب و اخلاق صحبت کردیم. هفته سوم درباره آداب و طریق سوال کردن، پاسخ شنیدن و کم حرف زدن و لقیگی نکردن، اگر دغل کرده گوییم صحبت داشتیم. خب انشالله امروز شروع میکنیم با پاسخ سوال هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت جبریل کردند. گفتیم حضرت جبریل امین در صورت یک اعرابی با لباس های بسیار زیبا و آزاده، با موی سری به نهایت سیاه و شانه زده نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست با هزار ادب و احترام و گفت: یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. ای حبیب خدا، گفت از اسلام را خبر کن که اسلام چیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاه و تعطی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. گفت اسلام از 5 اصل عبارت است. اولا کلمه شهادت به زبان راندن و به قلب استوار داشتن که نیست معبود مگر الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم رسول برحق، فرستاده برحق آن خدای بزرگ است. دوم 5 نماز ادا کردن. سوم زکات مال دادن اگر شخص مالش به نصاب زکات رسیده باشد. چهارم روزه ماه شریف رمضان 1 ماه داشتن. و نهایت 5م طواف خانه خدا کردن از برای کسی که قدرت استطاعتی عمل داشته باشد، امکانیت داشته باشد. همه 5 چیز اصل اسلام هستند. ما میخوانیم اصول دین برادر 8 قسم است. من گفته بودم باز تاکید میکنم که اصول دین ما همین 5 قسم است بچه‌ها. اصول دین مبین اسلام همین 5 چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیانش کرد. اول کلمه شهادت است. اصل ایمان کلمه شهادت است. هر کسی که این کلمه را به زبان راند در صورتی که با قلب استوار داشته باشد، این شخص مؤمن و مسلمان است، هم نزد خدا و هم نزد بندگانش. کسی که این سخن به زبان راند اما در قلب استوار نکرده است، یعنی شک و شبهه داشته باشد، در نزد مسلمانان حکم به اسلامش کرده می شود، اما نزد خداوند او منافق است. منافق است یعنی باور ندارد، یقین ندارد مدام. خب امروز در اطراف کلمه شهادت با شما یک صحبت انشاءالله می‌آوریم که چه حکم دارد، چه برتری و چه فضیلت، چه بزرگی در زیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نهفته است. از حضرت عبدالله ابن عباس روایت است، امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین این حدیث آورده است و امام ذهبی در تلخیص با او موافقت میکند که صحیح است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: عر الاسلام و قواعد الدین ثلاثه علیهن اسس الاسلام.
خلاصه دین مبین اسلام، پوست کنده دین مبین اسلام و قاعده های این دین قویم سه چیز است. سه چیز است که اسلام عزیز در بالای همین سه پایه بنا نهاده شده است. این در زمان بود که حالی روزه ماه شریف، در زمان بود که حالی زکات مال و حج خانه خدا فرض نگشته بود. از همین خاطر پیغمبر سه تا گفت: من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم. هر کسی که از همین اصلهای سگانه یکیش ترک میکند قصداً، یعنی که فرضیت چه قبول ندارد، این شخص کافر می شود، از اسلام خارج می شود و خون او هدر است، مثل مرتدها، مثل کفار، مثل مسلمانایی که بیدین شدیان. شهادت الله اله الا الله و الصلاة المکتوبه و صوم رمضان. همون سه چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان کرد. اول کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله. دوم نماز فرضی، یعنی همین 5 نماز فرضیه که در ذمه ما و شما در یک شبانه روز خداوند متعال فرض گردانده است. و نهایت سوم روزه ماه شریف رمضان که انشالله قریب می آید، کم مانده است، شاید 1-2 هفته دیگر مانده باشد تا ماه شریف رمضان. هر کسی که یکی از همین اصلهای سگانه را ترک میکند، پس این شخص از اسلام خارج می شود، کافر می شود و خونش هدر است. هر کسی که فرضیت نماز قبول ندارد او مؤمن نیست، کافر است. هر کسی که فرضیت ماه شریف رمضان قبول ندارد یا ادعا میکند که خوردن روزه باکی ندارد، نعوذ بالله او کافر است. هر کسی که کلمه شهادت قبول نداشته باشد او به طریق اولا کافر مرتد است. ببینید حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیثی که امام بخاری روایت کرده است: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا الله اله الا الله. من مأمور شدم از جانب پروردگار تا اینکه با مردم، با مشرکان مبارزه برم تا زمانی که لا اله الا الله نگویم. تا همون زمان مقاتله میکنم، با شمشیر با مشرکان مبارزه میبرم. فاذا قالوها و صلوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا و ذبحوا ذبیحتنا فقط حرمت علینا دماؤهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی الله. اما وقتی که مردم لا اله الا الله محمد رسول الله گفتند، نماز ما را خواندند، قبله ما را قبله دانستند، قربانی های ما را قبول داشتند، پس این شخصان مسلمان هستند. خون اینها، مال اینها نزد تمام مسلمانان محترم هست، مگر به حقش. کسی را کشتی خلوت هدر می شود، صاحب قصاص خون طلب میکند، مگر به حقش و حسابشون از خدا است که اگر همین را صدقاً کرده باشند انشاءالله اجر ثوابی بزرگی هم میگیرند. اما اگر بریا کرده باشند، در میان مردم مسلمان حکم کرده میشوند، در صورتی که پیش خدای تعالی ایمانشو قبول نیست، اسلامشو قبول نیست و اون ریا عمل اونا را از ریشش بر میکند. ببینید در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث آمده است متفق علیه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: بنی الاسلام علی 5. اسلام بالای 5 پایه بزرگ بنا نهاده شده است: شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و الحج و صوم رمضان. همون 5 چیزی که من برای شما بیان کردم و الحمدلله خورد و بزرگی ما این 5 میدونن. مسلمانی مثال خانه ایدان. اگر ما مسلمانی کلمه طیبه و کلمه شهادت گیریم لا اله الا الله محمد رسول الله، همین حکم یک خانه را دارد که بنیادش بود بر 4 ارکان. این بینای زیبا در بالای 4 رکن گذاشته شده است. همان 4 رکن
کزان دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. خب امروز موضوع ما فقط کلمه شهادت است، گردی کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله انشاءالله صحبت خودمون میپردازیم که چه حکم دارد. امام ترمذی در جامع السنن خویش از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: افضل ذکر لا اله الا الله و افضل دعاء الحمد لله. بهترین ذکرها گفت لا اله الا الله است و بهترین دعاها الحمدلله، حمد خدا را به جا آوردن. امام ترمذی به اسناد حسن صحیح این حدیث روایت کرده است. در روایات صحیحه آمده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. بهترین سخنی که من گفتم و تمام پیغمبران قبل از من گفتند انمی کلمه است: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. این بهترین و محبوب ترین کلمه است که خدای تعالی گفتن او را از بندگانش دوست می‌داره، شنیدن او را دوست می‌داره. پس کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله افضل اذکار است، بهترین کلمه است، محبوب ترین کلمه نزد پروردگار متعال است. لا اله الا الله. ببینید حضرت علامه اقبال لاهوری میفرماید: نقطه ادوار عالم لا اله، انتهای هر دو عالم لا اله. تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. دو عالم در گرد لا اله الا الله محمد رسول الله چرخ بزنند، هم دنیا و هم آخرت. هر دو عالم، هم دنیای فانی و هم دنیای باقی، در گرد یک محور، در گرد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله چرخ میزنند. تا زمانی که عصای لا اله الا الله محمد رسول الله در دست استواره، ترا نه یک ساحر میتونه سحر کنه، نه یک درفند جادوگر میغلطی، حتی دجال با مکر و با فتنه هاش نمیتونه ترا از اسلام خارج کنه. تو عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. سبحان الله. این لا اله الا الله این ایخل مرتبه و این ایخل منزلت ها دارد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار روایت کرد، حدیث یک عده از محدث ها روایت کردن، از جمله امام احمد در مسندش با اسناد حسن ایرا آورده است که حضرت موسی علیه السلام روز پیش خدا التجا کرد، گفت: یا ربی علمنی شیئا اذکرک به و ادعوک به. پروردگارا گفت بنا گفت چیز تعلیم ده که به همون ذکری تر کنم، پیش تو دعا کنم. حضرت خداوندی در جواب گفت: یا موسی قل لا اله الا الله. ای موسی گفت لا اله الا الله کو. حضرت موسی گفت: یا ربی کل عبادک یقول لا اله الا الله. پروردگارا گفت آخه همه بندگان همه لا اله الا الله میگن، همه عاجزا و بیچاره‌ها و خارکشا و نمیدونم آهنگرا و چوپانا همه لا اله الا الله میگن. مقصدش که یگان چیز دیگه هم تعلیم بده. باز حضرت خداوندی گفت قل لا اله الا الله. یا موسی گفت لا اله الا الله گفت. حضرت موسی گفت: یا ربی انما اردت ان تخصنی بشیء. پروردگارا گفت آخه من پیغمبر ایت هستم، بنده برگزیده ایت هستم، از پیامبرای اولوالعزم هستم. من میخواهم که یک دعای مخصوص برای من تعلیم بدی که من ذکر تو و دعای تو را به او کنم. در جواب خداوند متعال گفت: یا موسی لو ان السماوات سبع والارضین سبع فی کفة ولا اله الا الله فی کفة مالت بهم لا اله الا الله.
یا موسی گفت از این کلمه بزرگتر نمیشود. اگر 7 آسمان و 7 زمین در یک پله ترازو مونی و لا اله الا الله را در پله دیگری ترازو، همین لا اله الا الله از 7 آسمان و 7 زمین وزنی تره. پس شما میدونه که ما اهل کدام کلمه ایم؟ اهل لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمدلله. در خبر است میگویم فردا روز قیامت وقتی که خدای تعالی بنده هاش حشر میکند، یک بنده در حضورش قایم است، خداوند امر میکنه که اک نامه اعمالش کو بیارید. 99 کتاب میارن، 99 مجلد، هر یک جلدش از 1000 صحیفه زیاد داره، همه سر تا سر سیاه، همه گناه. از کرام الکاتبین، همون ملائکه‌ای که از دست چپ میسته و گناه ها را می نویسه، 99 مجلد کتاب نوشته است گناه های بنده را. وقتی بنده او را میبیند در مصیبت میغلطه که پروردگارا من به این نجات نمییابم. 99 کتاب گرفتن در بالای ترازو موندن، هر کتابش زیاده از 1000 صحیفه داره. خداوند امر میکنه که کارای خیرش بیارید. یک کاغذه که خوردم میارن برابر سری انگشت، انموله پیچوندگی، میگیرن میکشاینش که نوشتگی است لا اله الا الله محمد رسول الله. خداوند امر میکنه که هم کاغذه که خورده در پله دیگری ترازو مونن، وقتی که میمونن 99 کتاب هم بردارن. این است مرتبه و منزلتی لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الایمان بضع و 70 شعبه و فی روایت بضع و 60 شعبه. ایمان گفت 75 شاخه دارد. این روایت امام مسلم است. در یک روایت دیگر از امام مسلم و در روایت بخاری اومده است که ایمان 60 چند شاخه دارد. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بزرگترین شاخه ایمان، اصل ایمان لا اله الا الله است و خردترین شاخه هکش دور کردن چیزی که اذیت میته مردم از سر راه، خواه شیشه باشه و خواه سنگ، خواه خار. والحیاء شعبة من الایمان. همه حیا هم یک گوشه ایمان است، یک شاخه ایمان است. اما بزرگترین درجه شو ببینه، میگه لا اله الا الله محمد رسول الله است. لا اله نیست معبوده مگر الله. در دنیا غیر الله هیچ معبود دیگری نیست. عارفای ربانی اهل طریقت میگن در دنیا غیر خدا کسی و چیزی نیست. معنی لا اله الا الله ای است، در عالم هستی غیر خدا کسی نیست. یک شاعری بسیار بزرگ گذشته است با نام امیر خسرو دهلوی، شنیده نامش؟ گمان میکنم شنیده. بسیار عالم، بسیار شاعری قوی بود. یک بیت دارد، شاه بیت. این همچون معما گفته می شود برای مردم تا اینکه معنیش شرح بدن که چی معنی داره. متاسفانه ما فقط پشت تلمیحات میرزا عبدالقادر بدیل میدویم، در صورتی که همه شاعرها بعضی معماها دارن با کلمات ساده و آسان بیان کردن، نیک عقل فراست لازم که به عمق او برسی. امیر خسرو دهلوی میگوید زی دریای شهادت چون نهنگی لا برآرد سر، تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفانش. چه کلمش نفهموند؟ زی دریای شهادت چون نهنگی لا برآرد سر، تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفانش. همیش کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله میگه یک بحره و این بحر نهنگ ها داره و بزرگترین نهنگ این دریا کلمه لا ای. لا را دیده دهش بوزای، به عربی اگر لا بنویسه همیشه دهش کشوده ای. آن همین نهنگ لا وقتی در دریای شهادت میگه سرش میبره و دهنش آواز میکنه که در روز طوفان به حضرت نوح علیه السلام تیمم فرض میشود. تیمم طهارت خاکی را میگن.
در روزی که تمام دنیا را آب فرا گرفته است، تمام دنیا را در یگان جا دیگه خاک نیست، بر نوح علیه السلام تیمم فرض می شود. مقصد که همون نهنگ لا اله الا الله تمام بنده ها را با غرور و تکبرش در خود فرو میبره. شخص اگر عاقل با عقل با فراست باشه، وقتی که لا اله الا الله میخونه که باید خاک زمین شود، نیست معبود مگر خدا. وقتی در میان گپ خدا اومد، آخه انسان خودش چی است، علمش چی است، مرتبه و منزلت او چی است که من بگم. از همین خاطر میگن لا هو فی الوجود الا هو، در عالم وجود هستی غیر او، غیر خدا کسی و چیزی نیست. معنی انمو وحدت وجود همی است. و اشخاص بزرگوار به همین بیت امیر خسرو دهلوی جوابها گفتیان، شرح توضیحات دادیان. بزرگترین شرح مولانا عبدالرحمن جامی داده است. این شخص بسیار شخصی بزرگ است. افسوس که همین شاعر بدنش میدونیم، اما عالم بزرگ اسلامی بدنش نمیدونیم. پیری طریقت، سرمنشه طریقت بدنش نمیدونیم. اکثریت شاید ندونن که همین کتاب شرح ملا که یکی از کتاب‌های بسیار مکمل و کامل و پره نحوی است. هر کسی که شرح ملا را بخونه دیگه بعد او انشاءالله در علم نحو پره و کامل می شود. همین شرح ملا جامی است. و این کتاب مولانا عبدالرحمن جامی برای خاطر فرزند 12 سالش ضیاءالدین یوسف نوشته است. وقتی کتاب کافیه را میخوان، کافیه ابن حاجب، بیچاره کودک بعضی چیزا را نمیفهمید. معلمش التجا و التماس کرد که همین بعضی چیزا را بفهمون. گفت من وقتی بسیار ندارم، پدرت بگو بفهموند. اومد فرزند پسر یگانه پیش پدرش که معلمم تریم گفت، در مدت 1 هفته بر کافیه بهترین شرح نوشته است. در 1 هفته اون کتاب نوشته است. اصلا نامش فواید ضیائیه است، اما کوتاهش میکنن شرح ملا یا شرح ملا جامیش میگن. این مولانا عبدالرحمن جامی در علم تصوف هم بسیار یدی طولا داشت. پیر هرات است، بسیار شخصی بزرگوار است. همین بیت امیر خسرو دهلوی را گرفته است، از نظر طریقت، از نظر عرفان شرح توضیح داده است. از بس که این بسیار کم است، خوشرو گوش کنه بچه‌ها، در همه جایی را بو نمیخره. بسیاری شیخ‌های مرشد مو نمیدوننش. حضرت مولانا جامی میگه عرصه لا اله دریایی است که فزون از ده کون پهنایی است. نیست در کارگاه کن فیکون هیچ نقش زی موج او بیرون. انمی عرصه لا اله الا الله محمد رسول الله یک دریا است، یک بحر است. پهنه بحر برابری 7 آسمان و 7 زمین است. در کارگاه کن فیکون خدا، در عالم موجودات خدای تعالی هیچ نقش از لا اله الا الله بیرون نیست. همش در دنیا هم دریا و بحرن. لا که آمد نهنگ این دریا، چونکه شاید دهان نهنگ آسا، گرچه باشد ز کثرت اعیان، در فضای وجود 100 طوفان، آنچنان در کشد به کام فنا، که نماند نمی از آن پیدا. اکر نهنگ این دریا، این بحر، انمی لا اله الا الله. وقتی که این دهنش باز میکنه میگه مثل نهنگ، اگر چند در روی زمین اشیاهایی که خدا خلق کرده است به نهایت زیاد است، همه را فرو میکشه. یگان قطره آب، یک نمی نمیمونه، همه را در خود فرو میبره. سالک راه را که نوح نهاد، کرد تنزیه واحد از اعداد، فرض گردد تیمم آوردن، روی بر خاک نیستی کردن. علم سالک راه، صوفی راه که مثل حضرت نوح فقط عاشق وجود خدا هست، عاشق ذات خدا هست، غیر خدا فکر ذکر نداره. وقتی این لا را میبینه خاک میشود دیگه. آخه بیچاره دنیا را میبینه همه خاک خنکن، برای او را دیگه تیمم فرض میشود. تیمم یعنی که به خاک یکسان شدن، گم کردن علم منیت، علم تکبر و غرور. چون کنی ورد خیش بیگه و گاه،
گفتن لا اله الا الله پرتوی نور حق ظهور کند، ظلمتی هستی از تو دور کند. وقتی که بیگه گاه همیشه ذکر در زبانت باشه، با ذکر لا اله الا الله مشغول باشی، پرتوی نور حق میگه تمام وجود میگیره. این وجود خاکی تو وجود آسمانی میشود دیگه. این بدن خاکی را فراموش میکنی. پیش چشم شهود تو مطلق هیچ نوید بجز هویت حق. در این صورت به هر چیزی ببینی تجلی نوری خدا را میبینی، همه گم میشود، همه نیست میشود. برای همون لا اله اله همه را فرو برده است. بشنود گوش جانت از هر سو لا هو فی الوجود الا هو. بعد در همی گوش جانت فقط همی صدا میه لا هو فی الوجود الا هو. به خدا غیر خدا در ده جهان چیزی نیست. فهمیدی که وحدتی وجود چی بوده است؟ بسیار مرکب است، نه که گمان میکنیم همین مقدارش کافی است، زیرا ای موضوع دور میشیم. پس لا اله الا الله محمد رسول الله محوری هست که تمام موجودات خدای تعالی در اطرافش میچرخونه، همه در گردی لا اله الا الله چرخ میزنن. این ایخل مرتبه و این ایخل منزلت خدای تعالی برای لا اله الا الله داده است. کسی که اهل لا اله الا الله محمد رسول الله هست، خداوند میگه بالای من حق داره. ببینید ما میگیم که هیچ که در ذمه خدا حق نداره. البته این حق داره که یعنی که من او را دوستش میدارم، احترامش به جا میارم، به این معنی اومده است. اما کلمه حق در متن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است. در صحیح بخاری اومده است حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه صحابی بزرگ پیغمبر میگوید كنت ردف رسول الله صلی الله علیه و سلم علی حمار یقال له عفیر. یک روز میگه از قفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای خر سوار شده بودم. حضرت خاکساری شب ببینه بسیاری وقت در مدینه منوره در خر سوار میشی. امروز ما در تیک سوار شدن به خود ننگ میدونیم. حضرت معاذ میگه که من از قفای پیغمبر میشیشتم، هر دمو پهلو به پهلو، او از پیش بود من از قفا. نام خر میگه عفیر بود. از فرط محبت حتی نام خری پیغمبر از یاد میدونستن، برای ما و شما بیانش کردیم. اصحاب بزرگوار پیغمبر بسیار دوست می‌داشتن حضرت. حتی بار حضرت عبدالله ابن ابی رواحه با سردار قبیله خزرج، با سردار منافقای مدینه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول ابله که پیغمبر ملامت کرد، گفت یا محمد با خرت اومدی در پیش ما ایستادی، این خری بدبخت شاشه کرد، بوی میزه که خر همه را پر کرد، اخی ما دوخی زدگیم، مشک عنبر قطی خدمون شکیدگیم، عیش مولا منغز کرد. حضرت عبدالله ابن ابی رواحه یک مشتی آبدار در دهنش زد، گفت پدرسک تو چی میگوی؟ قسم به خدا بوی پیشاب خری رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما از مشک عنبر بالاتره. حضرت میگه در قفا شیشته بودم، گفت یا معاذ هل تدری ما حق الله علی عباده و ما حق العباد علی الله؟ گفت ای معاذ تو میدانی که خدای تعالی در ذمه بندگانش چی حق دارد و بنده ها در ذمه خدا چی حق دارند؟ حضرت معاذ میگه گفتم الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. این عادت صحابه پیغمبر بود. یعنی سوالش میکنم میگه خدا و پیغمبر داناتر است. امروز بعضی برادرها سوال میکنن با جواب شخص چون میگن دوملای نمیخیل کار شده است، من نمیخیل جوابش دادم، چه خیلی میشه جوابش؟ اخی ای سرت مونا جوابش که گفتی با چی زنگ میزنی؟ من انا میخیل جوابش دادم، این نمیخیل چی بشیده باشه؟ سر دیلت میشه دیگه چی بشه واقعا؟ گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حق الله علی العباد ان یعبده ولا یشرک به شیئا. حق خدا در ذمه بندگان آن است که خدا را خالص عبادت کنند و در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نکنند، یعنی اهلی لا اله الا الله باشند.
در چارچوبه لا اله الا الله قرار گرفته باشند. و حق العباد علی الله الله یعذب من لم یشرک به شیئا. و حق بندگان در ذمه خدا این است که کسی را که به خدا چیزی را شریک نکرده است عذاب نده، در دوزخ نپرتوید. اهل لا اله الا الله این خیلی قدر و منزلت دارن که حق دارن خداوند اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله را به شرط صادق باشن در قولشو در گفتارشو در دوزخ نمیانداخته است. خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ملائکه خدا دوست می‌دارن اهل لا اله الا الله. فقیه ابی لیث سمرقندی در بستان العارفینش روایت میکنه، میگه 7 کلمه است که هر کسی که همین 7 کلمه را مکرر دائم ذکر کند او محب خدا و محب ملائکه است. خداوند شرافت او را اقرار میکنه، یعنی پیش خدا شریف است، پیش ملائکه مقرب خدا شریف است این شخص، به شرطی که همین 7 کلمه را مکرر دائم در موضعش استفاده ببره. اول قبل از آن که یک کار خیری را شروع کند بسم الله الرحمن الرحیم میگوید. کلمه اول بسم الله الرحمن الرحیم. دوم وقتی که همون کار خیر را انجام داد الحمدلله میگه یا الحمدلله رب العالمین. سوم وقتی که نقشه میکشه که فردا یا پس فردا یا سال آینده یگان کاری را میکنم البته که در خفاش انشاءالله میگه اگر خدا خواسته باشه، زیرا اگر نگه خاکش باد میشود. چهارم اگر به شرط مباد و از زبانش یگان سخن ناجای برآمد، یگان گپی نامعقول برآمد یا سخن لغو گفت استغفر الله میگه فی الحال از خفاش. پنجم وقتی یک کاری مکروهی را دید، یک کاری ناجایزی را دید، یک حول ترسی را دید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه. ششم وقتی که مصیبت به سرش آمد یا به سر یک نفر همسایه و خویش اقرباش آمد یا یک نفر دوستش آمد کلمه استرجاع به زبان میراند انا لله و انا الیه راجعون. و هفتم که کامل کننده همه این شش است همیشه شب و روز دائما لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر میکنه. این شخص پیش خدا و پیش پیغمبر و پیش ملائکه های خدا محبوب است و شخص شریف دانسته می شود. شریف یعنی عزیز، با آبرو، سید، آدم با عزت، با عظمت دانسته می شود به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنش. در خبر اومده است که خداوند متعال اهل لا اله الا الله محمد رسول الله را از عذابها خلاص میکنه، نجات میده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه النار. هر کسی گواهی میدهد که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و گواهی میدهد که محمد صلی الله علیه و سلم رسول بر حق اوست، خدای تعالی بر این بنده آتش جهنم حرام میگرداند. حدیث عباده ابن صامت روایت کرده است، در صحیح مسلم اومده است. ببینید در روایت دیگر حضرت عثمان در صحیح مسلم اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی در حال منبره که اقرار است که نیست معبود مگر الله سبحانه و تعالی، این بنده داخل جنت می شود. این بنده جنتی است، برای شهادت بده. بخاری روایت میکند از حضرت ابو ذر غفاری صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم آتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه ثوب ابیض و هو نائم. میگوید نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدم، حضرت در بدن لباسی سفید داشت، خواب بود، نافارش نکردم. میگه برگشتم
ثم آتیته و قد استیقظ. بار دیگه وقتی اومدم حضرت علی که از خواب خیست است، گفت یا ابوذر ما من عبد یقول لا اله الا الله محمد رسول الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. هر بنده ای که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه و اهل همین کلمه از دنیا میروه، این مرد داخل جنت میشود. حضرت ابوذر غفاری بسیار کنجکاو بود، بسیار ناترس بود. از همه زیادتر پیغمبر همین حضرت ابوذر سوال میکرد، گفت و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت گفت و این زنا و این سرق، اگر چی دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه حیران شدم، با سوالش میکنم یا رسول الله و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. باز در جواب پیغمبر میگه و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه طاقت نکرده بوریشه این با گفتم یا رسول الله و این زنا و این سرق. در جواب گفت و این زنا و این سرق علی رغم انف ابی ذر. گفت بله، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه علی رغم انف ابی ذر. ابی ذر نمیخواد که خدای گناهی را ببخشه، نمیخواد که خداوند را داخل جنت کنه، لیکن اگر حتی همین آدم توبه کنه، توبهش اگر توبه صدقی باشه، توبه نصوح باشه، خداوند داخل جنتش میکنه. معنی گپی نیست که من لا اله الا الله محمد رسول الله بگم زنا کنم دزدی کنم بگردم. نه، نعوذ بالله، هیچ وقت این گپ این معنی را نمیته. معنی گپی است که یک آدم زنا کرد یا گناه کرد، دزدی کرد، بعدا اصلاح شد، توبه کرد، در چارچوبه لا اله الا الله محمد رسول الله داخل شد، اگر خدای بزرگ همی بنده را به فضلش بگیره، گناهاش هم ببخشه، یک روز داخل جنتش میکنه. دیگه از او زینای کردگیش و از دزدی کردگیش سوالش نمیکنه. اما اگر به عدلش بگیره، همون موافق جنایت کردگیش جزاش میبینه، چند ساله باشه، بعدا البته داخل جنت میشه و مادام که اهل لا اله الا الله هست. به این معنی اومده است. خدا نگه بداره که او گناه کبیره مثل دزدی و مثل زنا چی مقدار مهلت داشته باشه. در آیات های قرآن اومده است حکم میگه خداوند، احقاب لابثین فیه احقابا. حکمش در تفسیر اومده است 80 سال، بعضی ها حتی گفتن 100 سال. این حکم پشت حکمش چقدر خدای تعالی خودش میدونه. زمان خاطر بسیار مغرور نشوه. اون مردمی که متاسفانه از عبادت خدا دور هستند، متاسفانه امروز نماز نمیخونن، نه که دعوا میکنن که ما اهل لا اله الا الله هستیم، روزه شون میخرن میگن که ما اهل لا اله الا الله هستیم. و فراموش نکنه وقتی که اهل لا اله الا الله میگیم، کسایی را ما در نظر داریم که قایم استوار استادیان در لا اله الا الله، از چارچوبه لا اله الا الله و محمد رسول الله خارج نشدین. یا شاید اهل لا اله باشن، اهل لا اله الا الله نباشن. در این اهل لا اله همون کمونیستا و اتئیستا هم داخلن. همون خونه سوختا میگن لا اله، خدا نیست، پادشاه نیست، خاک نیست، بلا نیست. همین اتئیستا هم میخوان میگن که لا اله اتئیستا هم میگن. به الا الله شخص مؤمن شماریده نمیشه. حضرت علامه اقبال قصه روسیه را کرده است، روسیه بلشویکا را. همون وقتی که بلشویکا در روسیه سر قدرت اومدن با سرداری لنین، علامه اقبال زنده بود. بعد میره شرح میده که سببش چی است. همچنان بینی که در عهد فرنگ بندگی با خواجگی آمد به جنگ، روس را قلب و جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون. در عهد فرنگ میگه در همین زمان فسق و فساد اروپایی، روسا را قلب جگرش خون شد، بیزار شدن، از دهنشو گپ لا برومد. آن میزان کهنه را بر هم زده است، تیز نیش بر رگ عالم زده است. کرده ام اندر مقاماتش نگه،
لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله. وقتی میگه خشوع تحقیق کردم که لای عروسا چی باشه؟ لای اینا لا سلاطین، لا اله، لا کلیسا. یعنی که نیست بود پاچا، نیست بود کلیسا، نعوذ بالله نیست الله. این لای روسا و بلشویکا همی است. لا اله هن اینا، الله ندارن. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی الا نراند. این بیچاره در همین لا اله رست شد. اندکی دیگه از پیشتر نرم که الا الله بگه، مگر الله. ایشا نگفت. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی الا نراند. آیدش روزی که از زور جنون، آیدش روزی که از زور جنون، خیش رازین تندباد آرد برون. من باور دارم گفت که یه روز نه یه روز از همین تندباد، از همین گرداب خچه خلاص میکنم، از گردباد لا اله خچه خلاص میکنم به سوی الله. آیدش روزی که از زور جنون، خیش رازین تندباد آرد برون. لا و الا ساز و برگی امتان، لای به اله یا که نفی به اثبات مرگ امتان. لا به اله نمی شود، ساز و برگ امتا لا اله الا الله است. لا اله توقش مرگ امتا های، نفی به اثبات مرگ امتا می شود. از همین خاطر لا اله به الا الله نمی شود، نفی به اثبات نمی شود. همچنین لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ وقت نمی شود. هر کسی که اهل لا اله الا الله هست و اهل محمد رسول الله نیست و کافره. معنای گپ علامه اقبال این نیست که روس‌ها یک روز با اهل کلیسا میشوند. نه، علامه اقبال میگه که یک روز نه یک روز همین روس‌ها هم راه حق در مییابند، به سوی اسلام میل میکنند، مسلمان میشوند. امروز الحمدلله در روسیه پروسسی مسلمان شوی قوم های روس بسیار تیز و تند است. الحمدلله بسیار خوشو رفته است. خداوند لکه نگهشو بداره. یک برادر داریم با نام حاجی قربان علی. همه 2 هفته قبل از این اسکندری برادرمون توی کرده بود. اسکندری که اعلانش کرده بودیم یا تو هستی در مسجد که مسلمان شده است، تویش کردن. یک دختره که صالحه افتن زنش دادن. بعد در توی اومدن رفیقای اسکندر، یکی نامش عبدالله، نامای روسیشون نمیگیم اکا، یکیش نامش عبدالرحمن، لباسای سنتی در بر، چنان زیبا و آزاده. با این لباس اسلامی و سنتی همین مردمی سفید پوستی روس هم قیمزه بکی چشما اگر کبود باشه میپرسیش کک دیلا الحمدلله، کک здоровье الحمدلله، سبحان الله الحمدلله. ایرا ببینه غرض محمد اقبال لاهوری همین است که یه روز نه یه روز این مردم نجات مییابند. مادام که عدالت میخواهند نجات مییابند. هر کسی عدل بجویه عاقبت الامر میایه به اسلام میرسه. لف تالستوی همون نویسنده بزرگ روسا میگه предел совершенства совершенного человека اسلام. بلندترین نقطه انکشاف انسانی متمدن اسلام است. از این نقطه بالاتر نیست. تمدن بشری از اسلام نقطه بالاتر نداره. معنی گپش علامه اقبال وقتی که سخن میگه همین را در نظر داره. پس لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ است. برادرای عزیز، امام مسلم روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث راوی اومد ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا کان من اصحاب النار. هر کسی که گفت نام مرا میشنود، از شریعت من باخبر میشود، او خواه یهودی باشد خواه نصرانی باشد و قبل از او که با اسلام
ایمان میارد اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله میشود، اگر از دنیا بگذره او اهل دوزخه. کتابی بدن فایدهش نمیکنه، اهل لا اله الا الله بدن فایدهش نمیکنه. پس کامل شدن این کلمه در صورت است که بعد لا اله الا الله محمد رسول الله باشد. به این کامل هیچ وقت نمیشه برادر عزیز. سبحان الله. و ما و شما الحمدلله اهل لا اله الا الله هستیم. بزرگترین کلمه، زیباترین کلمه، فاضلترین کلمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکرها لا اله الا الله است. از این ذکر بالاتر، از این ذکر بالاتر تصور کرده نمی شود. حضرت مولوی یک نظم دارد برای آنکه شما درک کنید که اهل لا اله الا الله چی مرتبه دارن پیش خدا، چی منزلت دارن، چی بزرگی دارن. انشاءالله همین نظمه به سمتون میرسونم. حضرت میگوید آن مجوسی گبرکی آتش پرست بحر عزم هند در کشتی نشست. یک زردشتی، یک گبری زردشتی که در ایران زندگی میکرده است، به خاطر سکونت در هندوستان عزم سفر هندوستان اختیار میکند و به خلیج فارس رفته و در کشتی سوار میشود. در ایران مجوسی ها گبرها همیشه بدن، تا حالی را هستند. اینا ببینید در اسلام جمهوری، در ایران جمهوری اسلامی است، اما تا به حال طبق خبری که در آمار هست، در ثبت آمار، در استاتستیکا، زیاده از 10,000 آتش پرست زردشتی در ایران زندگی میکنند. اینا مثل این زردشتی ها و آتش پرستای ما نیستن که از پدر و مادر مسلمان تولد شده و بعد کافر شده باشند. نه، اینا پدر جد اجداد گذشته هاشو همون مجوسی و زردشتی بدیم. این شخصایی که بعد زردشتی شدن از اسلام یا بعد نصرانی شدن، اینا از زردشتی و از نصرانی ها به مراتب پستر و خورتر هستند. همه سگ قدر قیمت داره در اسلام، یک نرخ معین داره، اینا ندارن. اینا مرتدن. اکو وقتی که مجوسی و گبرکای ایران گفتیم در نظر داریم همون کسایی را که جد اجداد گذشته هاشو همش مجوسی بدن. و این یک دلیل بسیار قوی است بر ضد او شخصایی که متاسفانه امروز هم زبان کینه و کدورت دراز کرده و اشغالگران عرب میگویند. دین اسلام هم میگن به ضرب آتش شمشیر پهن کردیان. والله این دروغ است. خدای تعالی در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین، در دین مبین اسلام مجبوریت نیست. هیچ قوم و هیچ خلقی را مسلمان ها مجبور نکردن که شما اسلام رو بپذیره. این گپ دروغی محض است. و بزرگترین دلیل انمو زندگی کردن گبرها در تهران بود. یک کوچه گبرها داشتیان، زیاده از 10,000 آدم زندگی میکنن. بازی هم دولت اسلامی است در ایرانه که کسی کارشون نمیگیرن. همین زردشتی گبرک به خاطر سفر هندوستان خلیج فارس می روه و در کشتی سوار می شود. باد شورته کرد گمراهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی بحر طوفانی می شود، در بحر طوفان می خیزد. گبر نزدیک غرق آمد فراز، در تکاپو افتاد آن کارساز. این بیچاره گبر دید که طوفان موجش چند متر خسته است، کشتی بلند تلخش گفید. طوفان بحر بسیار دهشتناک است. حتی برای کشتی های امروزه که اقیانوسگر هستند، کشتی هایی که همش میدونه موتور دارن، با قوتن، بعضا میشود که همون طوفان چپه میکنه این کشتی ها رو. چی برسد به عصرهای میانه که بیچاره کشتی های بسیار عادی داشتن، کشتی های بادباندار بود، اندک طوفانی سختتر میشد در بین بحر میشدن، البته که غرق میشدن. گبر وقت طوفان ادی تلخش کفید، ناله میزد سوخته که نار نار، الغیاس زینهار. هر کسی بر ملت خود میتند، اعتماد بر اعتقاد خود کند. در وقت زور اومد هر کس خدا میگه، هر کس همون معبود خودش در مراجعت میکنه. این بیچاره علو پرسته یاخی دیگه چی بگم؟ علو با فریاد برس گفته است یا نور نور.
گبر در آب افتاد و دست پا چون وزغ میزد ولی دور از نجو. وقتی این خانه سوخته ای آتش میگه به فریاد برس، البته غضب خدا 10 چندان میشود. کشتی غرق شد، این گبره در درون آب زد مثل دیگر برادرایی که در کشتی سوار بودند. اگه بیچاره مرغاوی وری قلوچ میکشه و در او بحری بیکران از او قلوچ کشیدن تو چی فایده آیوخی؟ میزدی فریاد که ناری سنی قبله مقصود و معبودی منی، چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. ناله داره در روی آب که آتش مقدس یا آذرگوش است. این آذرگوش است و مکان آتش مقدس شده. چندین سری سال من عبادتی تر کردم، برای تو قربانی ها میکردم، پول میدادم، زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. برای آن من تو را پرستش کردم که در همین روزی سخت دستگیریم کنی، غیری تو پشت پناه هم نیست کس. این را ببینید خدای تعالی اگر که خودش هدایت نکنه، عقل عاقلا هم عاجز است. بعضا یه شخص میبینی همین قدر عاقله، همین قدر زیرک بلاهای، اما از عبادت خدا دور، از رحمت خدا محجور. بعضا حیران میشه که این خونه سوخته این قدر عقل فراست داره، چرا همین حقیقتی را که حتی برای کورها عیان است نمیبینه؟ چرا این آفتاب درخشانی را که اگر چند کور نوری او را نمیبینه اما گرمیش احساس میکنه، از این غافل است، از این محروم است؟ فراموش میکنیم که آخه خداوند این بدبخت از هدایتش محروم کرده است. از کجا ببینه؟ از کجا بدونه؟ حکم شاه بر عقل بر گوش خرد، گر فلاطون است حیوانش کند. همین بیچاره هم گریه و ناله داره. زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من، غیری تو پشت پناه هم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رس. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیک او بر تخته، خنده اش آمد از آن آتش پرست. یک ملاح مسلمان یا مریک چخونی کرده است، یک پوره شکستگی همون کشتی را بولوش در سوار شده است، در بالای همون اکا منتظر ایستاده است که کی طوفان خاموش می شود. خودش جانش در تلواسه، از این گریه و ناله های گبر خندش اومد. خنده اش آمد از این آتش پرست، گفت او را ای زیبادی عجب مست، آتشی که کرده ای او را پناه، عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این 6 در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. ای رو درگور گفت آخه او آتشی که تو از او کمک میخواهی و دستی بندگی به سوی او دراز میکنی، اگر در جای تو میشید احوالش احوالی تو بد میشید، چه خیلی تو را ایدروی آب بگیره. او خانه سوخته خداوند تو را از خاک خلقت کرده است. آب اگر چند غرق تم که کنه نابودت نمیکنه، در آب مزمحلیل نمیشه، حل نمیشه، نه که او آتش در یک لحظه نیست نابود میشه. او همر چون تو در این 6 در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. یک خونه سوخته گفت همون خالق آتش، او خدای بزرگی که آتش خلق کرد، توی ابله خلق کرد، دولت ثروت خلق کرد، پادشاه و مملکت خلق کرد، فقط همون به فریادت میرسه. دیر نشده است، توبه که لا اله الا الله و محمد رسول الله بگو، به سوی خدا مراجعت که، از خدا التجا که خداوند دست میگیره، فقط خدا تو را نجات داده میتونه. لا اله الا الله کلید جنت است برادرای عزیز. هر کسی اهل لا اله الا الله است، الکی در همین دنیا در دستش کلید جنت داره. دلش پر که کی رفتم در جنت باز بکنم و میدرو میرم. در حدیث اومده است از معاذ ابن جبل رضی الله عنه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت مفاتح الجنه قول لا اله الا الله، کلیدهای جنت انمی گفتن لا اله الا الله است.
اما باز تاکید میکنم معنای این سخن اون است که هر کسی دروغکی هم لا اله الا الله محمد رسول الله بگه در صورتی که عمل نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، دعوا کنه که من کلید جنت دارم، روش سیاه میکنم. بار حضرت وهب ابن منبه در نزد مردم موعظه میکرد درباره اعمال اسلامی، عملها، حکم عملها. بعد مردم تحذیر کرد که هشتونه در سر تو بگیره، غضب خدا را نیاره. هر کسی نماز خدا را نمیخونه، روزه خدا را نمیگیره، زکات مال نمیپردازه، او بدبخت البته به غضب خدا گرفتار میشود، او از جنت خدا محروم میماند. یک شخص گفت یا وهب الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ ای وهب گفت تو ما را چی قم ترسانی؟ آیا لا اله الا الله کلید جنت نیست؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفت که لا اله الا الله کلید جنت است؟ من در کیسم کلید دارم، تو ما را چی میترسونی؟ حضرت گفت بلا ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان. گفت بله لا اله الا الله کلید جنت است، نه که خاک در سرت یگان کلید دیدی که دندانه نداشته باشه، کلید دندانه داره. فاذا جئت بمفتاح له اسنان فتح لك و الا لم یفتح لك. اگر کلید گرفتی آوردی، کلید در شکافی در قلف در تغری گرفته، در باز کرد، دندانهاش موافق باشه بعد در برود باز میشود، نه که کلید داشته باشه و دندانه نداشته باشه یا دندانهاش موافقت نکنه هیچ وقت در روی تو باز نمیشود. انا که دندانه های همو کلید 5 وقت نماز خوندن است، زکات مال دادن است، روزه ماه شریف رمضان داشتن است و برای کسایی که قدرت استطاعت دارن طواف خانه خدا را انجام دادن است که انشاءالله اینها موضوعهای صحبت آینده ما میشوند. مفصل انشاءالله هر هفته در یک موضوع با شما صحبت خواهیم داشت. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.